یعنی مغزت بچهش هنگ میکنه، یعنی وقتی بیاد نزدیک ببینی، حالا کسایی که از پشت دور ببینی شاید بعضی از جالب نشه، ولی وقتی بیاد نزدیک آجی ببینی پشمات میره آجی. یو سلام برای بکس یوتیوب، خیلی خوش آمدید به چنل جی. چطوره بچه‌ها؟ امیدوارم هر جایی که هستین سالم و سلامت کنار خانواده عزیزتان، جیبتان پر از پول باشه. بچه‌ها یادتان اگه باشه یک هفته پیش کسایی که اینستاگرام مرا دنبال میکنن دیده بودن که من تعطیلات رفته بودم فرانسه. براتون اینجا یک ولاگ خیلی باحال، یک ولاگ خیلی یک ولاگ براتون گرفتیم که جای خطرناک منظور جای مثل موزه و جای باستانی و آثار باستانی و فلان و چیزای عجیب غریب فرانسه براتون فیلم گرفتیم و ولاگ جور کردیم. واسه که من از هلند حرکت کردم سمت فرانسه، من انتروی ویدیو رو گرفته بودم ولی متاسفانه سیو نکرده بود تلفن دیگه، نمیدونم به چه علتی. ولی خب الان انترویش دارم میگیرم یعنی انتروی ولاگ او ولاگیه که من فرانسه رفته بودم. خلاصه که بچه امیدوارم از ولاگ خوشتون بیایه، برین 100% ولاگ ببینید چون ولاگ خیلی ولاگ تکی شده، جای خیلی عجیب غریبی فرانسه رفتم براتون ولاگ گرفتیم. امیدوارم که از ولاگ خوشتون بیایه، پرحرفی نکنم، خودم خیلی مشتاقم دوباره ولاگ ببینم. کلتان عشقم، بریم هم دیگه ولاگ ببینیم. بچه‌ها رسیدیم فرانسه. البته من حقیقتشو بخواین چند ساعت پیش رسیدم. تا وقتی که ویلا رو گرفتیم و فلان اینا رفتیم داخل ویلا، بعد جمع جور کردیم صحنه منه رو. برامون یکم تال خورد و یکی دیگه گفتیم چی کنیم چی نکنیم. با خانواده تصمیم گرفتیم بریم بولینگ. گفتیم یک سر بولینگ بریم که الان داریم با خانواده بریم سمت بولینگ. و این شهری هم که ما هستیم بچه‌ها از پاریس 20 دقیقه راهه، 20 دقیقه از پاریس راهه. ولی خب اسمش هم یک اسمش خیلی سختی داره، حقیقتش نمیدونم اسمش چیه، اسم شهرش نمیدونم چیه. کسایی که در پاریس زندگی میکنه فلکه شاید، حالا باز من بعداً اسم شهرش رو یاد گرفتم داخل ویدیو میگم کدام شهر هست. و اینکه حالا بریم بولینگ، داریم سمت بولینگ دیگه. بولینگ رفتیم باز اونجا بانگ شانه تامت دنبال پیس هستین نایس ازده زندگی تز رفت مثل یک بلکت دیگه مرد و مرد خوب بو که نبود دنبال کش و کن. چشم باز کردم شدم قبل دود، فقط اعتماد دارم سر پول. هر جنسی رو بگی تو همه رو زدم، هم سه ناخوابان الان بقل زنشان، ولی من هنوز زد پوش رپ ما مفهمه ایره که فرق دارم قطعشان. حرفای ما میشانم سر کرسی، کل گپا رو میگم توی موزیک. در دی ام میکنن چاپلوسی، میخوام رپ بزنن از راه دوستی. اعتماد نکه چش بسته، فقط در پول توش نسته، با قلب شکسته برای برکت شش نسله. هر چقدر بیشتر رفتم و بیشتر شدم من تشنه. دنبال پیس هستین نایس لستر زندگی تز رفت مثل یک پلکت. حالی از حیثم میگیرم ورسم میچینم ملت ببره لذت ننسه کرمه آخر قصه. بچه آمدیم بولینگ، جای خوبیه ولی خب خیلی خلوته. نگاه کنین خیلی خلوته بچه ها، هیچ کی نیست جز فامیل از ما، هیچ کی دیگه نیست. اینجوری بهتون بگم یعنی ولی خب جای قشنگیه بچه ها. بازی های مختلف هم داره، از اینایی که ماشین میدوانی داره بچه ها، از اینایی که تفنگ بازی داره، بعد بیلیارد زیاد داره، خیلی میز بیلیارد، یک چند میز بیلیارد داره. بولینگ زیاد داره دیگه. هم اینجا هم بچه ها جای بارش. ولی خب متاسفانه خلوته، خیلی خلوته، هیچ کی نیست جز فامیلی ما. از یک نظر خوبه بچه ها، ولی خب از این نظرم خیلی خلوته دیگه، چون هیچ کی دیگه نیست، فقط ما فامیل دارم بازی میکنم. من گفتم شروع کنید شما که من استارت ولاگ بزنم. و یکی بچه‌ها اومدن برم سمت الان بازی و وسط بازی ولاگ میگیرم براتون دیگه، ببینیم ماجیکستون برنده میشه یا نه بین فامیل یا نه. 3 نفر زدن، هر سه تاشون یک نفر یک ماجیکس. ببینیم چند تا میزنن. هم بهش کسایی که سابسکرایب میکنن. بین این شوای پر از دود تاری، ما بین قافیه ها در دنبال مانی. 3 تا ما چرا همه‌شو نیاورد؟ همون ستاره فقط میاره؟ ایام نخوره یاره. نشد دیگه، شانس نیاورد. راند بعدی امتیازها رو نشان میده. آجیکس 13 الان ما کنم 24. خوب سعی کنیم. این خیلی سنگینه نه؟ هم به عشق مامان. وی بر پدرت
این هم به عشق بابا. هر دو تاش رفت گوشه یک چشمم کردن خدا وکیلی. مرا چشیم کردن خیلی نامردنا. مرا چشیم کردن بچه ها خدا وکیلی چشیم کردن. نگاه امتیازها رو سعی کنین 9 13 5 8 فقط آجیکس 13. اینجا یکی از بازیکنان با یک ضربه همه رو انداخته به جز 2 دانه. بذار ببینیم اینم میندازه کلشه. نو بله این بنده خدایی که الان زد امتیازش رفته روی 23 جی. بچه‌ها نگاه کنین امتیاز من 13 ولی خب من 2 راند نزدم چون 2 تا راند دادم، یکیش مادرم زد یکیش پدرم زد. ولی الان در این راند ششم نگاه کن دیگه. برم بگو در و یاد چیه؟ من خوب بودم سر کار کردم سر حال وقتی سر ما بودی سر قار ایه دور قایت بر مادیه یک سر در طرفات بیه. یه نره زدم باشه قبول من همو آدم بد خود داده بودی کنی با همه فهم ولی خود تنها ماندون با همه ده. این دفعه به عشق خودم نزنم. چرا به عشق خودم نزنم مثلا؟ برای من همه کسیم بود رفته و ازم شده دور. نه سلاخش تنگ بود نمیتونستم بگیرم مجبور شدم اینجوری بزنم. نشد دیگه. ولی خب هنوز 4 راند دیگه داریم بچه‌ها. 4 راند دیگه هستیم. شب دراز و قلندر بیدار. هر شب روی لب میره گل حال خود آجیک شده اصلا من عقب‌تر مونده چه 14 تا دارم آجی من بقیه همه 26 54 33 فقط من 14 تا دارم. اینو نمیگم ده عشقیش که خودم جوری میزنم کدی که حتی راضی نست مادر ازم. چند تا زدم؟ ده بزنم تره 3 دانه زدم کلشه. الان عقبی کی زده بودم ای؟ سه تا دیگه زدم فکر کنم نه؟ 6 تا زدم 20 تا شدم. ولی خب آجیکست پیشرفت میکنه نگران نباش. بچه‌ها همونجور که میبینین آجیکستان باخت داد با فاصله 55. من 55 بودم خلاصه دیگه باخت دادم بازی رو دیگه. یعنی ولی آجیکستان متاسفانه باخت داد بازی رو چون تا 55 تا بیشتر نتونستم اسکیپ کنم. شاید داخل تصویرم ببینین رو بالا و یکی از بانوان محترم جمع برنده بازی شد دیگه. دخترها رو دست کم نگیرین خلاصه که در اینجا جواب من آبریتون میره بچه‌ها. حواستون باشه دخترها رو دست کم نگیرین. سلام برای وکس. الوعده و الوفا. مستجیتون براتون یک سورپرایز داره. ببین کجا آمدم. برج ایفل. آجی دیروز که ما آمدیم فرانسه وقت نشد برسیم برای عمو دیگه. امشب با فامیل آمدیم برج ایفل. ولی خب بچه‌ها من داخل سایت دیدم فکر کنم باید پول بدی سوار آسانسورش ببرد بالا. ولی خب چه منظره ای آجی. تو منظره رو خدا وکیلی نگاه چی یک منظره ای خدا وکیلی. ولی خب فعلا در این فکرم که برم بالا بچه‌ها یا نرم چون که ما با فامیلیم و ورودیش که بری طبقه بالا طبقه دومش بری نفر 60 یوروه و ما 7 نفریم و یکی قرار شده الان قرار شد که یک نفر بره بالا و او یک نفر میام چون من ولاگ دارم میگیرم که بعد ویدیو رو به بقیه نشون بدم. چون آجی نفر 60 یورو ما 7 نفریم بعد 500 600 یورو پیاده شیم تا بالا بریم که فکر نکنم ارزش داشته باشه آجی. از پایین شما همون لذت بالا رو میبری میبینی. ولی خب من به خاطر شما و به عشق خودم و به خاطر ولاگ 100% میرم بالا آجی. 100% میرم بالا. باز از بالا براتون ویدیو
میگیره. ولی هنوزم ده شک کنم، دروغ نمیگم، فعلا هم ده شک کنم چون احساس نمیکنم ماجی 60 یورو بدی که بری بالا. فکر نمیکنم بچه ارزش داشته باشه بره 60 یورو بری بالا. از این پایین هم داریم لذت چه میبریم دیگه. نظرتون چیه؟ ولی خب ببینم دیگه اگه پا داد، اگه حسش بود کاجی میرم بالا، اگه نه که دیگه قسمت نمیشه شما هم ببینین بالایش، نه قسمت میشه که خودم ببینم. ولی خب حالا ببینیم چی میشه دیگه، حالا باز بعداً تصمیم بگیرم که ببینم چی میشه. ولی در کل آجی خب یکی از شکفتی های دنیا دیگه، یکی از عجیب ترین ساخته های دنیا همین برج ایفل که واقعا آجی تو فرض کن این همه آهنه، آجی تو سرم دیگه بیچی. ولی خب من تا جایی که اطلاعاتی در مورد برج ایفل دارم این بوده که اول قرار بوده اینو بسازم، بعد فقط برای چون 100 سالگی آزادی فرانسه بوده گفتن اینو به عنوان یک نماد بسازیم بعد خراب کنیم. ولی وقتی که ساختن دیدن نه او چقدر توریست آمده و چقدر درآمدزایی کرده بهشون، گفتن این قول آهنی رو بذاریم باشه اینجوری دیگه، قرار نیست خرابش کنه. حالا ببینم اگه تصمیم گرفتم برم بالا که باز شما هم از اون بالا پایین تماشا میکنید. سجاد میشانم سر جای تو رو با فکتا و لفظای در دایم میشه رولای چرسا لبها خوشتر از خاکای صحراست. شو دار و مثل پیره دار غم پنهان دا پشت عینکایم سمن ناب داخل بیککایم زعفران قیمت بیتکایم مریض استایل میفازار سالای پیش گایدم کنو بارشو بدون ریش گایدم قرار رب رو برویم دیگه اجرای نیست. بعد هر بار افتاده بلند میشم که تو جنگ داری باید به هولم پیشم توی رنگ عوض کمای پر رنگ میشم اینجا پانچ میزنم. یو بربکس نگین سجی آدم هنردوستی نیست. آوردمتون کجا؟ موزه لاورس داخل فرانسه، داخل پاریس. فقط من منتظرم برم جای هخامنشش با یک جای دیگه داره اسمش چیه؟ مونولیزا. تاجیکستان یک تکست داره میگه خندت مثل مونولیزا ملکه نمیشه بدونه. شو بچا حقیقت چه بخواین خودم هم زیاد اطلاعات در مورد این موزه ندارم که بخوام برای شما اطلاعات بدم، ولی خب شما مثل من از مجسمه ها لذت ببرین و از منظره لذت ببرین. امیدوارم که خوشتون بیاد. ولی خب تا جایی که بتونم اگه تونستم نوشته‌هایشو بخونم براتون اطلاعاتش میتونم براتون، اگه نه که شما هم دیگه مثل من لذت ببرین از تصاویر. سمره بعد چند تا آدم با یک چشم از خماره یک خواب با یک چشم از خماره یک خواب. بچه‌ها نگاه کنید این مجسمه ها هیچ اطلاعاتی رویش ننوشته که مثلا چی بی چیه، ولی خب معلوم میشه مال قرن 14 و 15 مال جوجا باشه. و یکی مهمتر از همه بچه اگه در اینا دست بزنی 15,000 یورو جریمه میکنن. 15,000 یورو یعنی یک انگوش اینجوری 15,000 یورو در هی عده دیگه. بعدی که از لهجه مش چی نگیرین دیگه. من الان توی موقعیت خیلی حساسی قرار گرفتم به خاطر اون مشهدی و افغانی اینا همه قاطی پاتی شده دیگه. از لهجه اشکال نگیرین دیگه فعلا. این یارو رو نگاه دستش از پشت سر دستبند زدن، یه رو بسته کرده بوده. اینجا چیزی هم ننوشته که اینا کیان و چی کار کردن و فلان اینا. مغزه میگو بریم سجی چشما رو باز بگی دکه نریم اینجی از خودی را زدن زمین من شده خارمن چشمای دشمن پیش خدایم بوده فقط سریب خم از اوز کریم من ندیدم گنگ تر کلانن ولی اخلاقم بچن اینا نستم بره مینمی گاهی دو مرچی که بیت بود از واتساپ میومد فیت زود یکی رپ ورزشم بودش تو پاندا و من استاشی اسم موزه بچه موزه لاورسن نمیدونم چیه، ولی خب و یکی فکر کنم اینجا تابلوی مونولیزا هم همینجا بچه ها. تاجیکستان 100% به تصویر میکشه مونولیزا رو براتون قصه نخورن. یک مجسمه خیلی جالب دیدم اینجا. این بنده خدا با شیر کشتی گرفته، بعد شیر از کونش گاز گرفته. نگاه این شیره فکر کنم گشنه بوده از کون از این گاز گرفته. ولی در کل بچه ها جای خیلی تمیزیه، خیلی جای قشنگی. البته ما تازه یک دن از سالناش آمدیم، سالنایی که اینجا فکر کنم مجسمه های خود اروپایی ها و فلان از زمانهای قدیم که هستش. اینجا کم اطلاعات نوشته که ببینیم این کیه بچه ها.
هانیبال هانیبال بچه از تاریخ بچه فقط مجسمه مانده دیگه، میبینین؟ فقط تاریخ مجسمه مانده، چیزی دیگه از تاریخ نمانده. پس قدر خودتانه بدانین، درست زندگی کنین که یک روزی اگر رفتین اینجوری یک مجسمه مت از ما و شما نمیمونه. حالا اینا آدمای معروف بودن، از مجسمه مانده، از ما و شما هیچی نمیمونه. من هم بچه اینای قدیمی ها چقدر دوست داشتم مجسمه ها رو که میسازن. این نفری هایشون هم بسازن، نگاه مثلا این بچه کوچیک اون نفریش هم هست، میبینی؟ اینا هم چقدر دوست داشتن اون نفری ها رو هم در دید بذارن برای یکم جای تعجبه. اینا بچه کتیبه های زمان های قدیم با زبان خطی نوشته های خطی میبینی؟ خواندن اینا دیگه کار هرکی نیست بچه. هر جنسی رو بگی تو همه رو زدم، هم سنا خوابان الان بقل زنشان، ولی من هنوز پوش رپ ما مفهمه ایره که فرق دارم قطشان. حرفای ما میشانم سر کرسی کلی گپارم بکنم بچه. این چیزی ماله فرانسوی هم نوشته که باید خب بیشتر کیاخش مخوره مال آجه اخوامنشی ها نجدا باشه. این چی مجسمه عجیب غریبیه بچه ها، 3 تا بز بنده چسبیده، کله نداره. این دست فیلم ها باشه. این هم جواهرهای بچه ها، جواهرهای قدیم همش طلاه فکرم بچه ها. جایم هم ثابت هر چقدر دود میسینه بازم جایم تو گم گرگم کنه داره بای میتو تیری بو ملیسی ولی گنگ میون برای هدف من میشه من جنگی دوما نسوم مثل شما لب دام برو دور دور مستی که پر مره بان کلشون بستن سر باختم چه گاید و میتره کد پانچه مک زیاده زفرا من بانکم تو که چند خوریت دامن فایت ما اینا گنگشون از زمه ته پلیس ببینه میزنه سیکته کلشون بچهش دنبال گیفتن مجازی گنگن و زوری کفته. چه مجسمه عجیبی بچه‌ها اینا. سلاح واو صبر کنیم بچه ها که جای اصلی رو پیدا کردم بچه ها. اخوامنشیان اینا جز تاریخ ما و شما حساب میشه، چون اون زمانی که اینا وجود داشته افغانستان و ایران و اینجا کلش یکی بوده. سر جبهه نگیرین خب، چون این اجرایی به چیزی از ما و شما هم برمیگرده. اهورامزدا بچه آمدیم تونل مردگان داخل پاریس. ابتدا تونل اولشه. بیا همونجا بیا که پس سرت مادم دارم میرم. این راهروی اولشه بچه ها، این جاییه که با کلای اسکلت. حالا باز نشانتون میتونم قطع خیلی بلنده، احتمال داره برخورد با سقف احتمال زیاده. الان ما 35 متر آمدیم زیر زمین، 35 متر آمدیم زیر زمین، چپ راست این طرف.
و احتمال ریزش کوه هست. بچه‌ها 36 متر اومدیم زیر زمین. این جایی که می‌بینید اینا همه استخوان‌ها، یعنی استخوان جمجمه کله و استخوان همه ایزون با مال انسان‌های واقعی بودن، یعنی پلاستیک و سنگ نیستن. اینجا رو دیش میگن تونل مردگان پاریس که در چند قرن قبل که انسان‌ها رو اینقدر کشته بودن و مریضی و فلان اینا، تو قبرستان‌ها جا نبوده که قبر کنن، انسان‌ها رو می‌سوزوندن. فکر کنم همچین اطلاعات مدرسه آوردن که انسان‌ها رو می‌سوزوندن و استخوان‌ها رو می‌آوردن در زیر زمین، در اینجا می‌ذاشتن که خودتون ببینید. نگاه کنید، بیا یک زجر گذشته بگید، یعنی همش استخوان‌های واقعی انسان‌ها، یعنی اینجوری نیست که بگی پلاستیک یا سنگ، همش واقعیه. یعنی مغزت بچش هنگ میکنه، یعنی وقتی بیاد نزدیک ببینی، حالا کسایی که از پشت دور می‌بینی شاید برای زیاد جالب نشه، ولی وقتی بیاد نزدیک آجی ببینی پشمات میارزه آجی. یعنی فرض این همه استخوان انسان همه ایش هم واقعی ها. ببین چقدر انسان مرده. حالا بیا جلوتر بریم، ولی یکم جلوتر بریم تا بچه‌ها ببینن. دو طرف رو نشون میدیم، دو طرف همه جمجمه انسانه بچه‌ها، همه جمجمه. اینجا فکر کنم جایی که آتیش می‌زدن، چون خیلی خاکستر ماکستر فکر کنم زیاد باشه. فکر میکنم این چیزی بیاریم مثلا نگاه کنیم. همه جمجمه های واقعی انسان ها، همه جمجمه های واقعیه. اینجا رو نگاه کنیم، یک دیوار باش درست کردن. نگاه با استخوان های انسان، با استخوان های انسان دیوار جور کردن بچه ها. نگاه کنیم یک دیوار جور شده کلا. با اومد این طرف نگاه کن، نگاه این آمده استخوان پای، استخوان دیسته، استخوان کجای بدن هست. نگاه تا بالا پره ها همه جاش. حالا بچه باز ادامه بلاگ شاید من دیگه گپ نزنم، چون فکر کنم جالب تر بشه فقط تصاویر رو ببینین. من شاید دیگه گپ نزنم، فقط تصاویر رو ببینین. I love you. دنبال پیس هستی نایس ازده زندگی تز رفت مثل یک بلکت دیگه مرد و مرد خوب بو که نبود دنبال کش و کن. چشم باز کردم شدم قق دود، فقط اعتماد دارم سر پول. هر جنسی رو بگی تو همه رو زدم، هم سنا خوابن الان بقل زنشان، ولی من هنوز پوش رپ ما مفهمه ایره که فرق دارم کتشان. حرفای ما میشانم سر کرسی، کل گپا رو میگم توی موزیک. دادی همه میکنن چاپلوسی، میخوام رپ بزنن از راه دوستی. اعتماد نکچش بسته، فقط پول توش نسته، با قلب شکسته برای برکت شش نسله. هر چقدر بیشتر رفتم و بیشتر شدم من تشنه، دنبال پیس هستین نایس. یک چیز جالب پیدا کردم، ببینیم با استخوان انسان ها، با استخوان کله و پا و دست فلکه ساختن بچه ها. فلکه ساختن ببین، یعنی قشنگ مثل یک فلکه استخوان ها رو چیندن. چی بونه است ببین، یعنی واقعا مغز آدم هنگ میکنه بچه ها. این طرف نگاه کنم من همیشه من جنگیدم و نسوم مثل شموله بودم، برو دور دور مستی که پر مره بان کلشون بستن سر باختم، چه گاهید و میتره کده پانچه مک زیاده صفر و من بانکم تو که چند خوریت